ба барномаи хабари радиои Озодӣ хуш омадед. Ман Шалогул Хоҷа ҳастам. Салом ва дар барномаи имрӯз 20 январ ин мавзӯъҳоро дорем. Кумитаи дини Тоҷикистон мегӯяд мунтазири посухи Соди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 барои кушодани дари масҷидҳост. имрӯз маросими адои савганди Ҷо Байден, президенти тозаи интихоби Амрико, таҳти чораҳои сахти амниятӣ баргузор мешавад. ва шаҳрдорӣ мехоҳад бо бозсозии бозори Корвон хатари такрори оташсӯзиҳоро аз байн бибарад. Пожар не чиз задагия, система задагия. Ягон фалокат шава, мо дар иҷода сраза меброя кадом қатора, чандум магазина, мо сари вақт бартараф мекунем кард. Кумитаи дини Тоҷикистон ба Соди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 пешниҳод намудааст, ки масҷидҳо аз 1 феврал ба қабули намозгузорон шурӯъ кунанд. Интизор меравад хулосаи ситод дар ин замина ба зудӣ эълон шавад. Намозгузорон чандин мобайн тараф мунтазири боз шудани дари ибодатгоҳҳо дар кишвар мебошанд, ки аз баҳори соли гузашта бинобар пандемияи коронавирус баста боқӣ мемонанд. Мулроҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло мавзӯъро идома медиҳанд. بیش از 10 ماه است که در این مسجد مرکزی شهر دوشنبه و دیگر مساجد تاجیکستان بسته هستند. احتمال می رود تا 2 هفته دیگر برای گذاشتن نماز در مسجدها اجازه داده شود. یک منبع نزدیک به مقامات کمیته دین تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که قرار است روز 1 فوریه در این مسجدها در تاجیکستان باز شده دوباره به نمازگزاری اجازه داده شود. منبع باوربخش رادیوی آزادی روز 20 ینور گفت کمیته دین به ستاد مقابله با کرونا ویروس پیشنهاد کرده است که برای گشودن در این مسجدها از روز 1 فوریه اجازه دهد. به قبل منبع قرار ستاد امروز یا فردا 21 ینور صادر خواهد شد. خبرگزاری آزیا پلوس نیز از قبل منابعش نوشته است روز 1 فوریه در این مسجدها باز میشوند. در همین حال افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان روز 20 ینور در فیسبوک تصدیق کرد که برای باز کردن در این مسجدها به ستاد مقابله با کووید-19 پیشنهاد فرستادند. وزارت تندرستی از اول امسال پیهم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می‌دهد، هرچند شبهه ها با آمار رسمی باقی است. آخر ماه سپتامبر سال گذشته مسئولین وزارت تندرستی گفته بودند با هدف پیشگیری از پهن‌شوی بیماری همگیر در میان نسل کلانسال نمی‌توانند به فعالیت مسجدها اجازه دهند. آنها از مردم خواستند تا زمان معتدل شدن وضع عبادت‌های خود را در خانه انجام بدهند. در تاجیکستان رسما 4000 مسجد ثبت نام شدند. مسجدهای تاجیکستان بار اول ماه مارس سال 2020 برای 2 هفته و بعدا از 18 اپریل سال گذشته تا این جانب بسته هستند. در پی مسجدها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، ولی بعدا مرحله به مرحله محدودیت‌های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شد. مولراجب یوسفی گزارش میداد. بینندگان عزیز، در نشرهای بعدی شماره از قرار استادی جمهوری مبارزه با کووید-19 در رابطه با باز کردن مسجدها آگاه خواهیم کرد. پارلمان توجیکستان امروز طرح دلانتظاری جوانان و جامعه شهروندی که برای جلب ساکنان به ارتش تغییرات‌های پیش بینی میکند قبول کرد، اما برعکس انتظارها مهلت 2 ساله خدمت حربی کم نشده ترتیب نو جاری کردید. از جمله منبعات بنیادهای قدرتی از قبیل دوستانی، سود، کروپسیا، گمرک تنها افراد به کار گرفته میشوند که خدمت کرده باشند. علیشیر ظریفی و امرالدین اولیموف با جزئیات اصلاحات نو آشنا شدند. امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان طرح قانون درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی را تصویب کردند و بر اساس لایحه نو 3 تغییرات در روند سفربرکنی جوانان به صف قوه‌های مسلح وارد کرده می شود. همساله همگی 10% جوانان سین خدمت حربی به صف ارتش جلب کرده می شوند و شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون نو گفت که اون نفرانی که از این هیئت بیرون ماندند می توانند با پرداخت مبلغ معین و گذاشتن خدمت حربی 1 ماه صاحب بلیط حربی شوند و به صف سربازان احتیاطی کشور وارد کرده شوند. حجم مبلغ و طرز پرداخت آن را حکومت تاجیکستان باید معین کند. قبلا برخی از سازمان‌های جمعیتی و حامیان حقوق انسان که در این سمت فعالیت می‌کنند پیشنهاد کرده بودند که مهلت خدمت حربی از 2 سال کوتاه‌تر کرده شود، یعنی با مدت 18 ماه و یا 12 ماه کوتاه کرده شود. اما شیرعلی میرزا ضمن معرفی طرح قانون نو شرح داد که چرا مهلت خدمت حربی کوتاه کردن نشد. با تذکر داد که در شرایط امروزه تا 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی حتمی مهلت بود. از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی
و امیدهای اقتصادی به مقصد موافق نمی باشد. در جلسه امروزه پارلمان هدف از این تغییرات ها را بهتر کردن دعوت جوانان به صف قواهای مسلح، بهتر کردن صفت خدمت حربی و همچنین بیشتر کردن صف سربازان احتیاطی عنوان کردند. قبول طرح این قانون در حال است که دلربا صمد و حامی حقوق تاجیک با این باور است که آزاد شدن از خدمت به عوض مبلغ میتواند به قدرت ارتش آسیب رساند. از سوی دیگر به گفته او با این شود تنها جوانان از عائله‌های کم بضاعت به خدمت جلب خواهند شد که یک نوع تبعیض است. یک نظرپرسی ما در کوچه های شهر دوشنبه نشان داد که ساکنان درباره تغییر قانون درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی نظرهای گوناگون دارند. او خطر که میره سوما میزنی میون درمان میره دکیم که میتیش همون چیه 2 سال چه میره خدمت میکنی میخزی میوه خونه. آن چیزی که قانون قبول کرده چیز قانون قبول کرد از روی هم قانون عمل کردن نکرد. همه ساله در تاجیکستان 2 موسم دعوت جوانان به صف قواهای مسلح در بهار و تیر ماه برگزار می شود و ضمن این موسم ها شکایت ها از جلب مجبوری جوانان به صف قواهای مسلح یا به اصطلاح ابله و یا سرباز شکار زیاد صدا می دهد. امرالدین علیموف، علی شیر ظریفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. در واشنگتن در پی یک معرکه خیلی پربحث انتخاباتی و دوره گذار در تاریخ امریکا، دموکرات جو بایدن اسفی روزی 20 ینور در کاپیتول با حیث پرزیدنت 46 این کشور سوگندیاد میکند. مراسم سوگندیاد کنی در شرایط سخت امنیتی برگزار می شود و بایدن 78 ساله کوانسول ترین پرزیدنت در تاریخ امریکا می شود که وارد کاخ سفید می گردد. تایری سفر با تفصیلات بیشتر. بعد 50 سال فعالیت در صحنه سیاسی امریکا، جو بایدن دموکرات به کرسی پرزیدنتی می نشیند. آغاز دوره ریاست جمهوریش به زمان راست آمد که امریکا در بحران عمیق سیاسی قرار دارد. دونالد ترامپ، پرزیدنت اکنون سابق، پیروزی رقیبش را اعتراف نکرد. تاریخ نوین امریکا همچنین چیزی را در یاد ندارد. روز 6 ینور ازدحام جانبداران ترامپ با تشویق او به بینای کاپیتول هجوم برده جلسه تصدیق نتیجه انتخابات را به هم زدند. بایدن بلافاصله این عملکرد را تنقید کرد و آن را تروریسم داخلی خواند. دموکراتی امریکا تحت حمله بی سابقه قرار گرفته است. این ناراضیتی نیست، این بی‌نظمی است. این حمله به کاخ آزادی کاپیتول است. این حمله به ولایت قانون است. تاریخ نوین امریکا چنین حادثه را یاد ندارد. من از ترامپ دعوت میکنم که فوراً از طریق تلویزیون سراسری از طرفدارانش طلب کند که بی ترتیبی را بس کند. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. پس از چند روز انتخابات، بعد گزارشات درباره پیروزیش، بایدن به جانبدارانش وعده داد جامعه پراکنده امریکا را متحد می‌کند. وعده می‌دهم پرزیدنت خواهم بود که ایالت‌ها را به خودی و بیگانه یا سرخ و کبود جدا نخواهم کرد، بلکه کشور را به ایالات متحده تبدیل می‌دهم. جوزف بایدن در شهر صنعتی اسکرانگتون، پنسیلوانیا تولد شده است. پدر او با تجارت ماشین‌های کهنه مشغول بود. از این راه زندگی را پیش می‌بردند، ولی خانواده از نگاه مالی مشکل داشت. بایدن حقوق شناس در 30 سالگی در انتخابات سنا پلاتای بالای پارلمان در ایالت دلاور پیروز و یکی از جوانترین سناتوران آمریکا شد. در سنات 36 سال کار کرد، ولی شهرت بیشتر را زمان پرزیدنتی باراک اوباما به دست آورد. بایدن نایب پرزیدنت اوباما بود. من کنستیتوسی ایالات متحده را رعایت و حمایت خواهم کرد. بایدن در سالهای 1998 و 2008 تلاش کرد نامزدی دموکرات‌ها به مقام پرزیدنتی شود، اما از جانب رقیبان دیگری هم حزبش مغلوب شد. این تلاش‌هایش هم بی‌نتیجه نبود. در نهایت او نایب پرزیدنت شد و یکی از چهره‌های معروف در بین سیاه‌پوستان. نسبت به بایدن مثل رقیبش ترامپ عیب‌نامه‌های در مورد آزار زنان پنهان شده بود. یکی از زنان همکارش را حتی به آزار جنسی عیبدار کرده است. بایدن این اتهامات را قاطعانه رد می‌کند. بایدن را همچنین برای آن تنقید می‌کنند که زمان نایب رئیس جمهور بودنش پسر او هانتر عضو شورای مدیران شرکت گاز بوریسمت در اوکراین بود. پدر و پسر می‌گویند که قانون شکنی نکردند. بایدن 78 ساله را یکی از کهنسال‌ترین پرزیدنتان آمریکا
نام میبرند. بعضا او به اشتباه‌های نامناسب راه میدهد که باعث شک کردن رقیبانش به کاردانی او میشود. اما در جریان مناظره انتخاباتی او با باوری به خودخواست پیش رفت. در دوشنبه تجدید بازار کاروان که کلانترین در کشور محسوب می شود شروع شده است. قرار است جریان از نوسازی و به شرایط معاصر مطابق کردن بازار مذکور تا تیر ماه سال جاری ادامه کند. برای یوسفی میگوید با در نظر داشت تجربه تلخ آتش سوزی های قبلی در این بازار من بعد نظام نظارتی و ساختار خاموشکنی به مراتب قوی کرده می شود. بازار کاروان بزرگترین بازار کالای تاجیکستان که در گذشته بارها سوخته است، در طرح نوی تجدید به فناوری‌های امنیتی و نظارتی توجه خاص ظاهر می شود. تجدید طرح زمانوی بازار شروع شده و از 10 قسمت اصلی قسمت اول مورد استفاده قرار گرفته است. هر یک دکان، هر یک مغازه عدل پژارنی چیز زدگی سیستم زدگی یگان فالوکات شود ما در اینجا سرازا میبروی کدام قطاره چندم مغازینه ما سر وقت برطرف میکنیم که مدیر. طبق طرح نو در دو طرف بازار کاروان راه ماشینگرد و پیاده‌گذر بنیاد می شود. برای ساختمان راه نو در قسمت شرقی بازار صاحب ملک 78 منزل ساکنان را خریده زمین را برای بنیاد راه آماده کرده است. درآمدگاه 7 بود پیشتر. حاضر طبق لایحه نو یعنی که از دو طرف بازار و دو برش 24 دروازه میشد. اینم البته که خریدارو میتونن که از هر دروازه در اومده خریداری کنن و برای راههای نقلیات گرد وسیع کردن برای ماشین‌های نقلیات گرد ساختار خاموش کنی و بر اساس طرح قسمت نو شده بازار شبانه روزی نظارت ویدیویی می شود. تنها برای نظارت قسمت اول 250 کامرای نظارتی در همه کوچه و راهرو و دکان‌ها نصب شده است. بسیار به شرایط کار می‌کردیم. حاضر بسیار دما به حد معقول این جای ساختمان نو کردگیمون. در درآمدگاه قسمت شمالی بازار کاروان توقفگاه 6 طبقه‌ای برای توقف حدود 500 ماشین بنیاد می شود و حالا ساختمانش شروع شده است. همین چیز به نقشه گرفته شده است که راه نقلیات گردی نزد بازار گرد و اطراف بازار آزاد باشد. در گذشته آتش سوزی در کاروان حتی سبب اعتراض دکانداران و تا به نزد رئیس شهر آمدن آنها شده است. دکانداران هم میگفتند که مسئولان کاروان برای تعمیر از تاجران پول میگیرند. رئیس بازار گفت از نوسازی بازار را صاحب ملک سرمایه گذاری میکند. رئیس شهر کلوب دستور داده است که روزهای تعطیل خوانندگان با اصول خانه به خانه چوره‌بینی سری کتاب راه اندازی شود. درباره این معرکه محمود جان رحمتزاده همکار ما معلومات بیشتر دارد. این کتاب‌ها به سراغ مبارک عبدالرحمن خواننده صنف 11 مکتب رقم 49 کلوب آمدند. پیش از این برعکس مبارک در سراغ آنها به کتابخانه می‌رفت. شهردار کلوب پیش از تعطیل زمستانه خوانندگان به شعبه معارف و مکتب‌ها دستور داد که در دوره تعطیل خوانندگان را به کتاب‌های بدیهی تامین کنند. برای مبارک و دو خواهرش 3 کتاب آوردند که در 10 روز تعطیل خواندند و سپس به مکتب برگرداندند. در روزهای اول تعطیل معلمه های کتابخانه‌دار مؤسسه معلمه زبان ادبیات که مؤسسه‌مان برای من کتاب‌های بدیهی را دسترس نمودند و من از این بسیار شاد شدم، زیرا در سالهای پیشتر این که واقعا روی نمیداد، این کارها رو برای ما انجام نمیدادند. خانواده هایی که آموزگاران و کتابدار کتابخانه به آنها کتاب آوردند میگویند هم خرسند شدند هم در تعجب ماندند. دستور شهردار کلوب در بین مردم این عقیده را هم به بار آورد که یک ظاهرپرستی و رسمیات است، زیرا ذوق و خواهش هر شخص را به نظر نمیگیرند. اما این هم گفته می شود که چنین تجربه به تبلیغ کتابخوانی و بچه ها را به کار فایده‌ناک جلب می کند. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودند با یکایک شما. تا صحبت بعدی چون همیشه میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و البته نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب پیوسته گذاشته میشد. فراموش نکنید فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهند بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.